Tojikistoni zebo manzar, Tojikistoni zebo tabiat. Azizani dunida boz yak makoni ro daryoft namudیم ki برای ثبت برنامه و امروز ما البته باور کنید در همین جا ثبت میکنیم برنامه را. به همه شمایان عزیز پیش از آن که السلام علیکم گوییم، من گفتنی هستم که حقیقتا مردم ما زیبا پرست. ولی با زیباگویی تماشا میکنید. السلام علیکم دوستان عزیز. این یوتیوب کانال پایک سوخت برنامه یک پیاله چای با پولا مقیم. عزیزان با آرزوی آنه که در خاندان شما همیشه خوشنودی باشد، خوشبختی باشد، باز خانه آبادی و خاطر جمعی باشد، برنامه یک پیاله چای را حواله می‌سازیم عزیزان. تماشا کنید، راحت کنید. گفتی یک تا یوتیوب کانال انگی بچه باین کیف کنید، تماشا کنید، دعوت کنید. خیلی خلاصی گپ دوام میتیم نباشد برنامه دوستان. یک بچه خانه‌اش با اومده است. داداش گفت است که دادا امروز مکتب ما رسم کشیدیم. رسمی کشیدیم، من معلم جو تعریف کنم. گفتم من بچه‌ام تو پسری آدمی پولدار دی گفت است. ها ها دادا پگاه میشد. دادا امروز مکتب ما مثال حل کردیم. مثالی ما بهترین و انیق‌ترین برنده است. معلم گفتن که من مثال کار کنی. گفتم بچه‌ام تو پسری آدمی پولدار دی گفت است. سیم روز به دادا امروز ترازو و همسنفمای بار کشتیم ما همش 22 کیلو 23 کیلو ما 80 کیلو گفت انا دیدی بچم ما همش 8 ساله تو 28 ساله مکتب تیز تمام کن. عشق میگن، عاشقی میگن، راستی حیران میکننده بعضی نفرها. زنه که شوهردار با عاشق شده میشن احمق. اتمیخه واقعا یک مردک اسبش دانا بوده است. تگی همین بینوی چهارشونه برفته تو همینجا ایست. من میدارم اگر بناگاه شویش آمده مانند من چهارم خودم میپتم دو کس گریخته میبره میگفته است. قبضنان شدگی مردک هم در آمدگی خانه با یک بار در تخت شده است. مردک همون چهارمشون خودش قرونده است. زنک هم شوهرم آمده میست در کشات حالا انگه اسب کنایه بیرون باران شد خوجیم بگویید من پشت در میستم. درباره تیاره ها گپ زدیم، درباره قطاره ها گپ زدیم. تیاره سمالیات، قطاره این پویست. بعضی ها به من گفتم اونم به بناگو تاجیکی گلزن میگوید بعضیش. خلاص همین خیلی رفته شده است مسکو خوجاند آمده است. یک کپیش این همون خانه هایی که الایده مسافر شده یک جوان شده است تقریبا 20-22 ساله. اکنون راه در آمده است پویزدم. بابا ساعت چند؟ گفتم بابا عموما گپ زدگیشونی و عموما دقت هم نداد یعنی این گپ. بعد 2 روز پویزد آمده رسد فراموش‌شدگینده 11:20 بچم نفهمیدم. ساعت پرسیدید که 2 روز پیش 11:20 قاعده آدم اکو میگودی من ساعتی که میکرد پرسیدگی بودم. بچم همونجا نه ساعت چند گفتید من 11:20 گفتم شما میشتید پیشم به گپ سر میکردیم هر دم آشنا میشدیم. اینجا به آمده فروی مگر من شما خیلی جوریت خانه برام میگفتم شما هم نیه نمیگفتید میرفتید اونجا دختری 18 ساله من شما باید دوست میداشتید و هم شما دوست میداشت یا من به دامادی 2 ساعت دکار نیفتیم دوراندیشیه بین دوگانه همین خیلی جواب نشستگی صحبت کردیم و من دوگانه ها و موضوع هر خیلی که تشریف است باور کن دوگان 20 سال پیشنگی سر لباسم حالی هم من به چین گفتم من ویش کدامش گفت شرفم. بسیاری محله های زیستی حاضره اگر نگاه کنید اگر یگان نفر حوالیش گرفته کمتر مگزینچه کرماندگی همه رفته همونجا خرید میکنن. یک محله به میخواد مگزینچه بوده سو موی سفیدوی همون محله بیگاهی ها رفته کم کم می نوشیدن نه کم کم. یک روز همونجا به نوشیدن صحبت کرد از این طرف از اون طرف صحبت کردن یک بچه نو عروسی آمدگی نو کیسه بوده است در آمده او موسفیدو حالا خوری هم کار میهمی یا تا کار شرط اینجا من 4-6 عرقه میمونم کسی که همین بینش مونن که حاضر آمده نوشد
$500 میتیم تمام دیگه من نمیدارم میخوام گپ کنم خوشم نمیشم فتاس حتی معلم بوینم هم تو برومده برافتیم ما یک مردک این بچه یک خیل گاوز است آره هوری فلان 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 بعد 15 دقیقه هم معلم بوینه آمدین میبخشتم 5 تا گفتم 4 6 گفتم 4 6 گفتم که کیلو میشه مونی 4 6 گفتم قلب 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 یه تا تورپتی گفتم بعد 4 6 تورب خورده $500 5 رفته استن این بچه هم حیران بابا ابو استید ابو استید ابو استید من نفهمیدم این چه خیل همین نوشید میشم برومده برافتید یا برو گفت ها کجا برومده که پرستاسید می مغازینی وای محله برفته ریپتیسیون کردم اومدم این بخشید زن و شوهر شهری بوستان سابق چیکالاس بود کو سابق سازگار بود کو او را ساز زندگی میکرد کو اونجا زن و شوهر نزدیک اسکو نزدیک تاکسی با مسافرانو بیو گراو گفت مسافرانده نزدیک تاکسی بامده سلام علیکم تا خوجانا چند پول 25 تومان یک تا خودم می اینم روات 25 تومان می هر دو تا ما 25 تومان یک تا خودتون رویدم 25 تومان دیدی من گفتم که تو باشم نباشم فرقش نیست یه بیو گراو پیشتر مردمی ما با یک آنها گوییم یک قاعده گوییم بود که مثلا دوستی اگر زور باشه دوستی بسیار قریب باشد یک دیگر با بعضا کاردم توفه میکردن که یک نفر خانه یک نفر مهمان شود کارت توفه کرده است کارت بعد گفته است که خیر این کارت یک رمز دولت است بنابراین من تو کارت میتونم تو آخر 20 درهم میخواد تیمم با و هم کیسه کافت از کارت گفتگیم یک سومانم دستم داد است خب من تو 20 درهم گفتم یک سومان داد گفت با 4 تا دیگه کارت دیگه گفته است بینای بسیار روشنه خلاص گپ پایانی بینا و خودمون میدونیم بچه‌ها همین قم بازی کرده همیش نت کو انوهم آشونی یک مردک دوش اونده غلط است بچه بنیا کرد بچه‌ام حاضر وای بالا با کمکای بیگانه آمدگی کمک گپام گریختو من حاضر میبرم یک تا شمور چی چند کس آمدگی غلطی دیگه شمور گفته دویده برام است یک آدم اونده غلط است بچه چی هم یک گفت جیم شد این با من حاضر من برام ساسی هم با گفتم خوب دوستان عزیز ارجمند دوام میدیم نباشد تا اون دمی که یک پیلو چای موازی تیار میشد خلاصی گپ انا یک تاجیک کامو بیابان با ولسیپد که رفتی سرسو یک اشتربه عرب نشسته که عرب تیز گشته رفته است عربم اهلا سهلا کم تر یا بار استل افتاس ها تینجی می گفته ای هوا گرم تو چه خیلی ولسیپد که تیز برفت ساسی گفته این بچه تاجیکم بسیار یک وای بود است امک جان گفته است من تیز حرکت میکنم گفته است شمالا این طرف میبیاد خنوکک شده تیز میبرم گفت ها گفته عربم حالا که اشترش قمچین که همیشه فروبرد اشترم داوی شده است همیشه برافت پشت یک تیپه به فرومده رفته است تاجیکم است یکی ولسیپد که است آمده نگاه کند که یک جواب عرب زمین بشته است اشتر مردگی تیار ها چه گپ شد گفت یخ کرد گفت خوب عزیزان دلو دیده آن نفرانی که ما را تماشا کرده شدم میگابایت های خود را صرف کردم گفتنی هستم که عزیزان مقصد و مرام ما از تهیه این برنامه یکی این هم باشد کمی طبع نازک شما را خوش کردیم و امروز در لبی بحر هستیم ما و این شمالا که بینید وزیده شده است و البته من گفتنی هستم که بسیاری حافظان امروزه ما مثلا گریم میگویند که انا توی کم شد برای چی توی کم شد برای آنکه شمایان در آن طرف همین شما خانه‌تان ببینید سانی توی دی برای ما دوستا سلامت باشید خدا اگر خواهد آمده میمانیتون من به شما هم توی نمیشه داخل لیکن برخی از مردم ما در همان طرف هم توی کرسودیان شنیدم که نیجنی ورتاسپ توی شده است این کوچه وای کوچه با کلین رفتگی بهترین کار تاجیکستان من اونجا با فقط حافظ میرد نمیدونم چه برنده نرفساس برنده نگفتستان شما هیچ غم نی خدا خواهد یک بار آمده میریم اگر شما آمدید نه آمدید ما خودمون میریم خیلی اکنون چی گفتنی من دوستا من اینجا نشسته بعضیا میگن که تاقیه دیگه خیلیش پشت این تاقی مردمی بدخشان تاقی بی‌نهایت بهترین تاقی
و وای دفعه در برنامه گذشته تاقی مردم شمال یعنی که وادی فرغانه پوشیده بودیم. الان برنامه دیگر رو باز دیگر تاقی میپوشیم چون که مردم ما تاقی‌های زیاد دارن نسبت به چی گویم همون جای مکان زیست و زندگی. این تاقی بهترین قیمتترین به مردم بدخشان است. باور کنید اگر بهترین تاقی اینا ما یک بار بدخشان رفته بودیم تحفه گرفتیم ده از اونجا از مردم بدخشان. الان بدخشان گفتیم مردم کوهستان بهترین جو اکنون درباره کوه من چی گفتنی دوستان. حالا دو آشنا شکار برفتیم شکار خرس میپرونیم گفته خرس بر خلاصی گپ استا برامده رفتیم یک بار خرس دیدیم خرس میخه کلوله زده خور رفته است. خلاصی گپ این آشناش هم گفته است که آشنا آنها خور رفته است به ناگاه یک بار خیز زد و دویده طرف ما بیاد چیکار میکنیم گفت هم ملتقه میگیرم و کلاش به میاندازم گفته است. نه تو ملتقه گیری و اندازی اسیچکتیات تیرش نبرد چیزی میشد گفت خ خندوخش که خکر میزنم ملتقه گفت نه خندوخش که میزنم گویو وای خد ارغامچینه شاخ به درمان باشد دیگه وای نشود چی گفت نخوش شده که درخت به میبرم گفته است. درخت به برای خرسم چسبیده برات چی گفت کاردم که میزنم گفت وقتی درخت به برام سینه کارد غلطیگی باشد چه کار نباشد چی گفت گوش کن تو طرفی همین طرفی خرس می نومر. دختر خانی مادرش به تلفن کرد است. بابا دامادتون گریچکه نخورساز حتی گویا که آخی من مهنت کرده پختم آب به جوش آمدم گفت ای وای اینو آب به میجوش نمی بابا. هر یک کارگاه با یک وقتش بیاد اگر سرورا میدونن ریویزور کمیسیه میبیاد برای تفتیش میبیاد یک باغچه با آمدنی بوده است زویدوشی باغچه هم گوش کنتان حلیمه خان لوای در رویتان تلویزه های پاک کنیتان بچه های این طرف بگیریتان حرکت کنیتان یکم خیلی عیب نیاورد و کمیسیه یا زویدوشی نفدیلاتان که شاش می افتمانده است نه حلیمه سنگینی نه خلاصی که زویدوشی کمیسی آمدگی روی حولی باغچه با دیده نزدیک گروه ها که گذشته است. زویدوشی باغچه های هم آدمای بسیار سخنبه بایده. باغچه ما یکی از بهترین باغچه در محله است. باغچه ما یکی از بهترین کودکان را ما قبول کردگی. در باغچه ما بهترین جای خواب است. بهترین خوراک ها هست. بهترین بازیچه ها برای بهترین بچه ها است. یک بچه گریه کرد از بچه چه. کمیسی سرش سیله کرد. چی به گریه میکنی بچه جان گفته مونات من باغچه همینا با میرفته گفتم. یک صاحبکاری بسیار بقوت یک جا به آمده نشستیانو ماشینشون که آمدگی کمی نوشیدیان خیلی ماشینا گذاشتن تاکسی دعوت کردن تاکسی آمده است گرفته تا خانه‌شون برده مونده است چند پول میشه گفتم اونان 45 سومون امک جان گفته است 45 سومون سال ارزان کن اکا جان گفتم اونان تاکسیستم اکا جان میبخشید شما صاحبکاری پیش همین شهر دین پسرچتون رو آوردن مونده من جای 45 به 50 داد شما باشید که سودا کنید گفتم اونان کام بگردم دادوی وای صاحب کرده من صغیره و کجا سال ارزان اینک دوستان عزیز وقتی کارانتین کینوتئاتر من درآمدم ممکنه آدمی بسیار یک جا جمع نمیشد که پیشتر لیکن کینوتئاتر بود آدما جمع میشن یک زنکی سالاری 62 به درآمدگی همیشه سمکچه‌هاشون پیشنم خشته کینو تماشا کنن پیشی و یا به یک دختر جوان بوسی کرساس کینو هم کارش نی سونه این زنک های من بینیتان میبخشیتان اینجا جای جمعیتی این کاراتون باشه رفته خانه‌تون بکنتون گفتم من بچه‌ام هم تو گشته خاله جان خانه زنم افتاد یک دیگه کینوتئاتر گفتم یادم اومد خلاص دو تا رفیق میدارن یک رفیقش بسیار شوخ بود است همیشه درآمده قطاری قفا و میشنن که انا پیش به یک آدمی سال کال بود است خشتگی این آشنا شوخ کو آشنا تا گازن همین چیه گازن همین اکو کینو سر شود اگر همین کالی همین کال به یک تا فرار 50 سمتی هم گفتم این بچه هم حقانه 50 متر میفته است ها گاب نیست است پاس فرار است وای کلام تو گشت چیه میگویی گفت بهادر خوجا تو می من بهادر خوجا نی بخشش گفته است و آدم با کینوی تماشاگرس این آشناش آرام نمیشد جا یک دیگه فرار 100 متر گفته است
این من پول دکا کو بیا چرا من خانه ساخت سازینم یکی دیگه گاو نیست صد تیار میفتش یکی دیگه فروور است و آدم چون کارزی گفت با خدا من بهادر خوجه و ما 100 بار گفتم بهادر معنیه گفت قطار یکم رفتش است این بچه 150 گفته که کینا تماشاش و آشناش آرام نمیشه 500 سوم نقد گفته است همون یکم قطار رفته کلیم بزنی 500 سوم نقد این با پول دکار اینم خانه کراس حاضر گفته سو خستم و یکم قطار رفته پشت سری دنگ فرد رفته که بهادر تو اینجا نمی من اونجا هم یک تا آدم بهادر تشتی هم است برف پرسش می تو بکنم عزیزان دل دیدم البته خنده زنگ دل انسان میشه میگه خنده فایده جانی ما و شما است و البته من گفتنی هستم که می‌سزد که در وقت‌های خالگی طبیعت نازک شما همیشه خوش باشه عزیزان ما با همین نیت این برنامه رو تحریزی نمودیم و گفتنی هستم که واقعه‌های عجایب خیلی بسیار هستند در حیات امروزی ما و شما لیکن ما دانه دانه از هر خیل ساحه‌ها از هر خیل چیا گپ میزنیم بنابراین عزت نفسی بعضیاتون رسیده باشیم عذر و تنها برای خندیدن برای طبیعت شما رو چاق گرداندن و خوش گردانیدن ما این واقعه عجایب رو به شما نقل کرده ایستادیم یا مردک برای چین کردن فشارش آمده از دکتر به دکترم هم تو گذاشته دستش به فکر نگاه کند که حالگی وای اسبابش ناله نشون اساس که تا بکرم این مانده شد این وایران شد میای این اپرات گفت میبخشید این دست ساخته میشه چین کنید است بنابراین از زندگی خدا میگم که مثل دیگران انا همین گفته های ما ساخته نباید و به همه نفرانی که میگابایت خود را دریغ نداشته با ما همراه بودن پیگیری با کانال یوتیوب کانال پایکی سوخت بودن برنامه یک پیاله چای ما گفتنی هستیم که زندگی الهو طبعتون همیشه خوش باشد در لبانتون همیشه خنده باشد اگر خنده کنید چهرهتون زیبا میشد بسیاری ها با من سوال میدن برای چی موی شما سیاه رنگ نمیکنید می شما گفته از با برخی از آنها من میگم کارت چی باشد بدل دلم ده با برخی میگم نه رنگ میکنم میگم لیکن من رنگ نمیکنم دانیتون این تنها برای یک طبقه خوش کرده گردی به هر خیل میده چوده حیات پستی بلندی ها دقت ندی زیغ نشوی دلت بنگیری یعنی میخوای میشی دوستان بنابراین مفشد نه رنگ نمیکنم علا دوستان عزیز ارجمند در این روزهایی که بیماری کووید 19 در تمام دنیا پهن گردیده است بین دوستان رفت و آها هم کم گشته است لیکن ما امروز برای دیداری دوست اکای عبدالفتاح و این مکانی که با دستی مغز این مرد گل و گلزار گردیده است امروز آمدیم و گمان میکنم که بهترین کار را هم به انجام رساندیم زیرا امروز ما با دیدارشان خداوند ما را نائل گرداند اکای عبدالفتاح من پیش از همه برای مهمانداریتون میnnadاری خویش را بیان میسازم و گفتنی هستم که انیق همین همش انا همین جنت دستی آدم کنید دستی خودتون کشیده بله بله سلامت باشید شما نور دیده خب من میدونم که در قدیم شاهراهی خوجان اسفرکانی بودم انا همین یک مکانی بی‌نهایت بهترین و زیباترین واقع است خب اکا کمی بابتی همین صحبت میکردیم از اول اینجا چی بود از اول از اول زمینه البته آفتاب خورده ای آفتاب خورده قریب ناکارم بود با تشبس رئیس ناحیه‌مان به من میخیل التماس میاد سفارش شد که من را برای قبول و گسیل مهمان‌های ناحیه‌مان هر آماده سازم و من یک مکانی باشد که مهمانان قبول کردن قبول کردن و نامش کردن خواهی سال 95 بود من به این دست دادم و نقشه و لایه های خود پیشکش کردم دستگیری شد و تا امروز شکل میبینید ما پیوسته مرحله و مرحله تا امروزه آورده رساندیم اگر سری مخفی نباشد من میبینم که گل و درخت‌ها چند نمود همینجا حاضر البته نقشه من از ازل اما روزی که من اینجا نصیب من شد این میخواستم که اینجا بوتانیسکی سال یک باغ بوتانیکی پیدا شد و
ҳолу ҳозир дар инҷо зиёда аз 600 номгӯ дарахт бута ва гулҳо ҷамъ оварда шудагӣ аз гӯшию канору ватанамон ва берун аз вай мехостам ки мардуми мо ҳам аз ин дарахтоне ке дар инҷо шинонда шудаасту ва пайдо кардаю боғ пайдо шуд бархурдор бошанд аз номгӯиҳои ваҳо чӣ хел мешукуфад чӣ хел зеб мекард. Имрӯз боз як бори дигар муқимҷон шумо бо шарикони худ инҷа меҳмони мо шудтон мо хеле сарбаланд ҳам шодиам ҳаст барои он ки шумо ба ҳар як даргоҳи тоҷикистониён вақте ки намоиши шуморо мебинем мо ханда мекунем дур аз байду ғазали ҳай зиндагию кор мемонему роҳат мекунем. аз масъалаҳои рӯзмарра каме дур мегардед. ҳама чӣ гӯям агар дидани чеҳраи шумо одам аслан худаш шод мегардад ва он намоишҳое ки пайваста ҳамроҳи шумо ва бо сардори шумо мешавад ба мо як фардо илҳоми нав мебиёрад. барои он ки ханда ин табассум ё шодӣ умуман як чизе барои инсон хеле зарур аст баъд аз корҳои ҷамъбаст кардан бад. бо як бори дигар муқимҷон хушомедтон нури дида саломат бошед. воқеан акои Абдулфатто ана ҳамин корҳое ки ба анҷом расондед хай дарахту бутаҳоро гуфтем ба ғайр аз он чунин як зебоиро ки дар инҷо офаридед ин аз зебопараст будани шумо дарак медиҳад. ман гуфтани ҳастам ки тамошобинони азизу арҷманд биёед ҳамаи мову шумо низ зебопараст бошем меҳнати як нафарро қадр кунем ва албатта тоҷикистони азизи мо гулгул шукуфад. саломат бошед азизон. хайр.